السلام علیکم برادران و خواهران اول قدر. بسیار سوال ها شد که برای چی معاش کم نشان داده اید در پیسلیپ های گذشته، یعنی در زرپلات های گذشته. بسیار ناراضگی ها شد که زرپلات کم، معاش کم با نوار کنید و رفشانتر فهمونید. من دوستان، من امروز تصمیم گرفتم که دو تا، یعنی معاشی دو شخص رو به شما پیشنهاد کنم. معاش میانه، معاشی از همه بالا، یعنی توپیکر، بهترین جمع آوری کننده حاصل به مقدار چند سوم جمع آوری میکند، به حساب میانه چند سوم جمع میکند. رفتیم برادران، بینید 12/06/2022. اینجا هم 12/06/2022 در یک هفته دو شخص معاش گرفتگی‌اند. هر دوش من به شما پیشنهاد میکنم. من دوستان از همه بسیار جمع کردگی، یعنی در اینجا توپیکر میگن، بهترین جمع آوری کننده حاصل در اینجا 503 فوند کار کردگی های در یک هفته. دوستان اینجا میکاپ 0 0 وقتی که 0 باشد شما ابیام حساب میکند. اگر که 0 باشد شما از نرمه زیاد جمع کردگی هستید، برای همون زیاد میشمارد شما را. 503 فوند. اینجا ساعت ها، اینجا چگونه سارت همون کلوبنیکایی که شما جمع کردگید، خلفنهای جمع آوری کردگید، اینجا نرخاش. دوستان از 503 فوند 41 فوند و 51 کپیک سغورته میگیرد، یعنی استراخوفکا. 53 فوند انداز میگیرد، یعنی نالوگ. 408 فوند و 89 کپیک موند. از 408 فوند 61 فوند، یعنی 60 فوند و 90 کپیک برای جای زیست میگیرد. در اینجا میموند تازه 347 فوند. این بود از همه بهترین معاش، یعنی در وقتی جمع آوری حاصل، یعنی در وقتی سیزن، در وقتی موسم. این دویم شخصی که به حساب میانه کار میکند، یعنی سریدنی зарплата 405 فوند، میکاپش 77، یعنی در اینجا کم جمع آوری کردگی برای همین 77 موندگی هستند. 405 فوند. از 405 فوند این ساعتاش رو نمودی قلف نیا. 28 فوند страховка میگیرد. 33 فوند налог میگیرد، یعنی انداز. این حتما بر میگردد وقتی از فرم شما میبروید یا اینکه سینیمات کردن میشد، این گرفتن میشد 100%. 343 فوند 55 کپیک موند. اینجا 61 فوند برای کاروان سینیمات میکند، یعنی برای جای زیست 60 فوند و 90 کپیک میمونه. در اینجا 282 فوند 65 کپیک تازه. من دوستان دو نمود معاش در یک هفته برای شما پیشنهاد کردیم. اگر که نافهمی باشد حتما نویسید، ما به شما جواب میگیم یا اینکه نواری نام میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.